سلام عزیزای دلم. ببینیم پیام امروز تاروت و فرشته ها برای شما چیه. خیلی ممنونم عزیزایی که چنل ساب ندارین چنل سابسکرایب کنید. برای تحقق فال و انرژی خانیاتون حتما کد کیهانی 1108 کد خداوند برام تو کامنت ها بذارین. ببینیم پیام امروز تاروت برای شما عزیزای دلم چیه. عزیزای من نیت کنین ببینیم پیام امروز تاروت براتون چیه. نیتاتون رو بکنین ببینیم امروز به خواستهای قلبیتون میرسین عزیزای من. به به. نیت کنید عزیزای دلم ببینیم پیام امروز براتون چیه. پیام امروز فرشته نگهبانتون ببینیم فرشته‌تون براتون چه پیامی داره. نیت کنید عزیزای دلم. به به. امروز براتون افتاده خبرهای خوبی میشنوین در مورد بارداری، به دنیا اومدن فرزند که خیلی خوشحالتون میکنه. حتی برای خودتون شاید باشه. امروز میگه فرشته‌تون به شما یه پیامایی میده از طریق ذهن. به ذهنتون یه الهاماتی میاد، به دلتون یه چیزی میفته. ببین میگه حتما به اونا توجه کنی. مثلا به دلم افتاده امروز این کارو بکنم، توجه کنی بهش. براتون افتاده امروز پیشنهاد احساسی خیلی خوبی دارید. به به. از جوونی که هیکل ورزشی داره بهش خودش خیلی میرسه، برند میپوشه، یه پیشنهاد احساسی خوب که خیلی خوشحالتون میکنه. شخصی که احساساتی مهربانه. فرشته‌تون براتون این شخص رو سر راهتون میاره تو زندگیتون. فرشته‌تون میگه امروز من برات یه تغییرات خوب و بزرگ ایجاد میکنم. بیکبی جنس از یه تغییرات بزرگ و خوشیوم میگه. به به. عزیزای من میگه فکرهای بد نکنین. امروز شاید بگین درا به روم بسته شده، اینجوری شدم، هر کاری میخوام بکنم نمیشه، ولی فرشته‌تون میگه من این تغییرات رو به وجود میارم. این درای بسته امروز به روی شما باز میشه. یه بستگی از روی زندگیتون برداشته میشه. براتون کارت زیبای خورشید اومده. پس امروز روز گرم و شادی رو دارین. ساکسس افتاده، فرشته موفقیت افتاده. امروز موفقیت دارین در زمینه کارهای هنری. کلا از این میگه که امروز یه روز گرم و شادیه و الهه خورشید گرما، نور، شادی، عشق به زندگیتون میاره. پس اگه کیستون رفته بر میگرده. ببینید افتاده عاشقانه دوستتون داره و شما رو سرشار از انرژی های مثبت میدونه. به به. امروز هر کاری میخوای بکنین خوبه. چی؟ اینفورمیشن، اطلاعاتتون رو زیاد کنین در مورد اون کار. ببینین براتون افتاده. بله. ببینید یه خانمی افتاده که امروز خیلی حسوده با شما، داره شما رو چک میکنه. حالا ببینید یه زنی که شاید رقیبتون باشه. کلا افتاده یه خانمی که حروف اسمی سین شین الف به میم یه داره. باش هر کاری میخواین بکنین مراقب باشین. ببین مثل یه رقیبه. حالا رقیب عشقیه، رقیب کاریه، بهش اعتماد نکنید. زنیه که به شما چش داره، به زندگیتون، دستش تو کار جادو جنبله. باش هر کاری میخواین بکنین تو زندگیتون سعی کنین که میگه بیشتر اطلاعات به دست بیارین، پیگیر باشین بیشتر. باش با چشم بسته نرین جلو که بهتون ضربه‌ای نزنه.